خب بچه‌ها میریم سراغ سوال بعد. خب بچه‌ها زنگتونم خورد، حس می‌کنم برای امروز کافی باشه. خب بچه‌ها میریم سراغ نمونه سوال بعد، خوب گوش بدین. کسی ازش جام نمیخوره. این نمونه سوال رو جواب میدیم بعدش میریم بیرون. همین که گفتم حرف نباشه. خب بچه‌ها پس در نهایت جواب سوال 3 شد 36. نه استاد اشتباه گفتین، جوابش میشه 45. درسته. بچه‌ها من اصلا معلم خوبی برای شما نیستم. همین الان باید انصراف بدم. خب پس جواب سوال 3 شد 27. ولی استاد اشتباه گفتین، جوابش میشه 36. میخواستم امتحانتون کنم ببینم بلدین یا نه. خب بچه‌ها متاسفانه 2 نفر از کلاسمون افتادن، اما رو به اون 2 نفر میگم بچه‌ها الزاما قرار نیست از راه درس موفق بشین. کلی راه دیگه هستش که میتونی به موفقیت برسین. خب بچه‌ها متاسفانه 2 نفر از کلاس ما تجدید شدن. اصلا اشاره نمی‌کنم که کی، ولی آقای صادقی، آقای رجبی، به نظر شما جامعه فقط دکتر مهندس میخواد؟ بالاخره تو حمالم لازم داره دیگه. قشنگ این اشاره می‌کنی دیگه. نه اشاره نمی‌کنم، نه اصلا اشاره نمی‌کنم، ولی شما 2 نفر هیچ گاهی نمیشین.